دوستان اگر دیدید که این قالب‌ها سر جاش قرار نگرفته، یعنی این کامل سر جاش نگرفته، میتونید اینو به این صورت بذارید به کف زمین و با چند تا ضربه کوچیک خیلی آروم با حس ضربه بزنید که بشینه سر جاش. من به این مشکل خورده بودم و این کار رو انجام میدم. دوباره کاری که انجام میدید حتما که یک بار دیگه اینو تستش بکنید که مشکلی ایجاد نشه. خیلی میخواد این حالا گیرک اونجا محکم باشه، خیلی آروم واسه فشار خیلی جزئی رو بگیره. این گیره باید در واقع رو گیره ببندید. خب شما گیره دارم اما اونجا میخوام فیلم برداری ندارم، از شما همینجا تو کارگاه برم. خب روشن میکنیم. ضربه‌ای بود